بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد روز 14 ایون سال 2022 در جریان یک مناقشه در دهه کوهستانی سراتاق در دره اسکندرکوی جماعت فوندریای نویه عینی یک زن 55 ساله با نام ره که صاحب 3 فرزند بود کشته شده است. با اتهام دست داشتن در کشتار این زن کارمندان میلیسیا خود همان روز خدای سابق او را دستگیر کرده به شعبه میلیسیا نویه عینی آوردند. بنا به اطلاع دریافتی پسر این زن چند سال پیش از دختر جدا شده است و بعد اون بین این دو اولاد خصومت پیدا شده بود. معلوم نیست که سبب مناقشه نوبتی که صبح بر وقت 14 ایون رخ داده است چی بود، ولی به سر زن کرد کشیده او را 3 ضربه زده است. ساکنان دهه زن جسمش خونشار را به بیمارستان بردند ولی او در راه جان داده است. جنازه زن را روز 15 ایون بعد انجام همه تشخیص‌های لازمه طبی و دادگاهی به خاک سپاریدند. به برای این کشتار تا 25 سال زندان تهدید میکند.